ادامه برنامه‌های رادیوی فرهنگ. تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. السلام علیکم شنوندگان عزیز. حالا از برنامه تازه انگارها گفتاری 16 را از اثر نویسنده عبدالحمید صمد پرانچک ها شنوید. سحر با رنگی دیگر آغاز یافت. از بین فریادهای گوناگون آواز گوشخراش شاید غریوی راهبری بود. همه را از خواب شیرین بیدار کرد. بچه ها که روی کتهای سفری غنچه شده کمپل را به بدن پیچانیده به راحت خواب بودند، پی هم از بالش سر برداشته اول به آسمان لاجوردی، بعد به دیه و کوهسار سردال و درخت، سپس به افق لاله رنگ نگریستند. حالا آفتاب نبرآمده است و غرید. حکمتی لندهور و کمپل را باز بالای سرش کشید. اینجا خانه آچت نیکی تا نصف روزی بخوابی. خمیازه کشان لقمه پرتافت سهراب. سردار گروه مو و از بستر جسته به حکمت در افتاد. خیز لندهور که قبرغه هایت را میشکنم. هر دو شوخی به شوخی خیلی کشاکش و مشتکوبی کردند. بس هوشیار شدم. هش هش نفس کشان گفت حکمت و لبی کت امانت نشست و یک باره ندا کرد. اوه، پسر رئیس نیست کو؟ کجا غیر زده باشد؟ به سماور علاو مانده استه؟ تحسین آمیز گفت حکمت. نگاه من از روی بستری غجیم نسیم لغزیده به سماور که دودی نفسش با مرام برآمده در وسط آسمان نیلی ناپدید می شد و به بام های دیه که گویا با گلیم های رنگه زنگار و سیاهتاب پوشانده شده بودند برخورد. و اکنون حس کردم که با نسیم سحری یک بوی خوش تماما ناشناس، بوی سیب، زیره و باز کدام گیاهای کوهی آمیزش یافته به مشام می رسد. انا پیرزنی با یک دست از لب طبق تار سرش و با دست دیگر از چوب‌های زینه داشته به فرجه بالای بام برآمد. او میوه های طبق را در گوشه خالی بام ریخته، سپس سری پا نشسته غولینگ های نیم خشک را با پنجه هایش رویگردان کرد. این منظره مادرم را پیش نظر آورد و دلم گم زد. ناعیان سوخت. آخر او هم پیر شده است. نگاهم از پیرزنی بالای بام لغزیده به تپه و دامن کوههای سبز فام برخورد. خیلی دور در یک برگه که آنجا را نورهای آفتاب الکی منور کرده بودند سراب نسیم و زنی به چشم افتاد. نسیم با قامت خم علف می دروید. دمی هلال مانند داس او گاه گاه در شعله آفتاب می درخشید. زن از وی دورتر روی درزه نشسته به پایین، کی می داند شاید به ما می نگریست. اوه، پسر رئیس بینید بچه ها.
ناگاه خطاب کردم. علف می درود. هو انا. بچه ها که سرگرم ورزش بودن لحظه راست ایستاده سوی کوه دامن چشم دواندن. الکی آچه خان یافته است کو؟ استهزا آمیز خندیده گفت سهراب و دستی چپش را قطع کرده با دستی راست به بازوی برجسته و ظاهراً به قوتش مشت فراورد و نیش زد. این بچه رئیس یک عمر نان مفت و جای گرم می جوید. وقتی نانوشته نسیم برگشت. نهایت خوشحال بود. اوچه یافتی ها؟ با پیسخند پرسید سهراب. ها، کمپیری عجیب بوده است. با تبسم جواب داد نسیم و در پهلوی من جای گرفت. پنجه دست چپش از شیره علف سبزتاب شده بود و از سر و لباس شبنم آلودش بوی عنبرین کاه به مشام می رسید. کیها باز علف ندرویده بودم. کیف کردم. گفت او معنی دارانه و افسود. در هر جا پدر و مادر یافتن هم هنر و دولت است. مخصوصاً برای پسر رئیس. پیچینگ زد سهراب. رزق فراوان آشنا. هر کس پسر رئیس نمی شود کو. پسر رئیسو در آرزوی نانی دیگران. اوهو، خیریت تا حال نانی تو را نخوردم. با خنده لیکن تند جواب داد نسیم و در لبانش تبسمی تلخ نقش بست. دلت حتی برای نان مردم تنگی می کندن؟ در اوج این بحث لطیف مهندس، مردی سرخینه گازگوشت بلند بالا که بیگاه ما را پیشواز گرفته بود، در دست دسترخوان و کاسه کاغذ پیچ آمد و گپرانی سهراب و نسیم خاتمه یافت. وی دسترخوان و کاسه را بین دبر نهاده بعد سلام علیک پرسید. چی حال دارید شیر بچه ها؟ نغز براحت خوابیده؟ خاک هوای جای ما سبک است. آدم بره برین می خوابد. تشکر، بد نه اکا؟ جواب داد حکمت و دسترخوان را گشاده کاغذ از روی کاسه برداشته ندا کرد. ها، فتی را بینید و لاله برگ بر این سرخ باز گرم. انا این اصل پاکیزه مثل آب طلا. اکی لطیف از این تعریف ها مگر خجالت کشید که سرفیده قناعتمند آواز برآورد. نغز خوابیده باشید ما خرسند. غیر از داد و فریاد همون رئیس، حکمت فتیری را پارکنان برگشته به دونگی سرگه دیه که بالای آن مرد هیکلوار راست داده با آوازی بلند نامهای زن و مرد را گرفته یک دستش را مثل شاف به هر طرف الوانش داده سخنهای تند می گفت اشاره کرد. همه اش مدعای دل. از خواب نافورت کرد. با شکرخند پرسید اکی لطیف و چشمانش درخشیدند. وی رئیس نه، بریگادیر است دادر. وظیفهش همین. 2-3 روز بعد عادت میکنید. والله آوازش در گوش ما مردم جیغ خروس بر این فارم میرسد. خودش هم برابر خروس ها داد و فریاد را سر میکرده است. لقمه پرتافت کسی. ها، لیکن آدمی خوب است. کدام روز آواز نبرارد در نظر ما دیه خالی میتابد. گفت اکی لطیف و گپ را دیگر سوی کشید. شما را به جای کار شناس کنم گفتم. بعد تحتول از نهر کماب گذشته با راه مارپیچ بالا برآمدیم. در پس باغزار شفت دیه در همواری
10 عمارت نیمبود قامت افراخته بود. وظیفه شما شیربچه ها، گفت امکی لطیف، همین عمارت ها را با نوبت اندوه، ریگمول، سفید، اگر فرصت شود بدر و تیریزه ها رنگ مالیدن است. اونقدر کاری مشکل نبوده است که هوای دهن کرد سهراب. 10 روز بعد بیکار میمونده ایم. کاش که گفتی شما شود. خندان خندان گفت اکی لطیف. ضیافت صاحب خانه ها را با هم میخورده ایم. کای ها کوچیدنی اند. زمستان خانه هایشان را ترمه پخش کرد. او کمی به خیال رفت. سپس افسود. لیکن آب را ندیده موزه نکشید. تا آخر هم بود کنید ما خرسند. در نظر اول کاری آسان می نماید. خیر شما جوان، سرغیرت. استاهای سوخاز به پوشاندن بیناها فرصت یافتند و بس. کاری خواجگی زیاد، تعمیر فرمه، غله و علف دروی. بچه ها دست و آستین برزده با هوس به کار چسبیدند. قسمی لای می خوابانیدیم، دیگرها اندوه می کردیم. در 2 هفته 6 خانه را آماده کردیم. اکی لطیف این را موفقیت حسابیده خرسند شد. روز یکشنبه بناگاه اکی عبدالخالق مرا خبرگیری آمد. براستی از شادی و افتخار سرم به آسمان رسید. وی نزد بچه ها مرا به آغوش کشید، از بن گردنم بوسید. سپس با دوستانم گرم و جوشان واخوری و پرس و پاس کرد. احمق، چی به خانه نرفتی؟ کار بسیار بود. موی سفید و کمپیره به تشویش مانندی. به خدا آچم گوش و مینم خورد. شب و سحر آبی چشم ریخته میگوید که رفته بچه ما خبر بگیر. غریب چی حال دارد؟ خواهش آمیز گفت او و به قد و قامت من با مهر نگریسته خندید. تو باشی بی‌پروا گشته ای. خیر، این هم نقص. پدر و مادر همه صحت و سلامت، کودکا یادت کردند. او اکنون به بچه ها روی آورده لطف آمیز افسود. خدا که دهد نمی پرسد بچه ای کیستی. از را 4 کپ چوجه داشتم. از این گپ دل من ته رفت. ماجرای کپ را به خاطرم آورد و به اکی عبدالخالق ناراضیانه نگریستم. او ظاهراً تغییر یافته است. اندک فربه شده، دندانهایش را سراسر طلایی کرده است. فربهی و دندانهای طلا به نظرم به او شکوه نبخشیده اند. آچم برایت سوغات فرستاد، گفت او و رفته از ماشین یک بسته را آورده به من داد. از این هم ممنون گشتم. آخر حاضر با بچه ها نان و کلچه های پخته مادرم را می خوریم. در خیال من هیچ کس مثل مادرم نان و کلچه زیبا خوش لذت پخته نمی تواند. من بر می گردم، وقت کم، گفت خیال آمیز اکی عبدالخالق و اول با بچه ها بعد با من خیر و خوش کرد. تا پیش ماشین گرنگ و گرنگ از پسش رفتم. به پسی رول نشست. ماشین را کمی راند و یک باره باز داشت و از کیسه سری سینه‌اش چند سوم برآورده سویم دراز کرد. بگیر، مبادا بی پول باشی. من مثل کسی میخکوب شده از جایم نجنبیدم. پول دارم، گفتم آهسته. کم است؟ هزل آمیز پرسید اکی عبدالخالق و خندید. او از کیسه چپش 10 سومه را برآورده به پولها ضم کرد و گفت از این 1 تین زیادت نمی دهم. بگیر، پول قوت دل است. از چی باشد
در دلم باز همان علم کهنه به جوش آمد. من بارها به خود قسم خوردم که هیچگاه از دست اکه عبدالخالق پول نگیرم. خودم را نزد او زبان کوتاه نکنم. لازم نیست. شاید آوازم لرزید، زیرا هم خشم هم علم داشت. احمق، حالی هم بچه‌ای، خندیده گفت اکه عبدالخالق و گاز را پخش کرد. ماشین با شست تکان خورده خاک و چنگ را به هوا برداشت. من بی دماغ و لحظه راست ایستاده از پس او نگریستم. دلم را به جای شادی اکنون اندوه گرانی فرا گرفت. خودم را ملامت کردم. آخر نگفتم که به پدر و مادرم سلام رساند. کی بود؟ پرسید اکه لطیف. برادرم. پیچی را زدم و رویم را دیگر سو تافتم تا حالی تباهم را پی نبرد. ها، برادر قنات آدم است، معنی دارانه گفت او. همون روز واقعی غلطی روی داد. بعد خوراک پیشین دورتر از لایخانه در سایه بینای ششم سرجم نشسته دم می گرفتیم. جوش و خروش جوانیتان معلوم نیست بچه ها. ناگاه آواز برآورد اکه لطیف. چیبه؟ پرسید سهراب. یگان بازی و خرسندی نمی کنید. موی سفید ها برین مدام خاموش می شینید. مثلا چه خیل بازی؟ سرودخوانی، رقص، گوشتی. حکمت لندهور در حال به میدان برآمد. اکه لطیف داور شد. حکمت 4 کس از جمله مرا هم مغلوب کرد. هلوک پیچانی و حیله و هنر گوشتگیری را خوب می دانسته است. نوبت سهراب رسید. وی 2 پایش را به یک موزه مانده طلب کرد که تنها با پسر رئیس نسیم گوشت گرفتن می خواهد. نسیم ناعلاج راضی شد. پسر رئیس، آگاهت می کنم با من هزل نکن. هوا بلندانه گفت سهراب. سخت می افتانم. هیچ گپ نی. گرگردی میدان گشته تبسم کنان پاسخ داد نسیم. افتانی زمین می بردارد. هر دو با هم در افتادند و خیلی زور آزمایی کردند. بناگاه نسیم هلوک انداخته سهراب را سری سوجی برداشته آزاد به زمین خواباند. این حساب نه، از نو. عصبیانه ماجرا برداشت سهراب. شرط قاضی 3 مراتبه. باز فرصت چند افت و درفت کردند. کسی غالب نبرآمد. جدا شدند. لیکن به همه عیان بود که نسیم تمام قوتش را صرف نمی کند. اختصاص من بوکس هشش کنان، گفت سهراب و بازوانش را قطع کرده به اکه لطیف نمایش داد. دست بینید، سنگ بر این سخت. من حیله های گوشتی را نمی دانم. او داوطلبانه به نسیم که ستیلی را چپه مانده بالای آن امانت می نشست نظر افکند. دل و گرده داشته باشی، مرحمت، مشکوبی. بس بچه ها، ذوق کنان گفت اکه لطیف. بازی خوب می گویند، لیکن به جنگ پیچد نامطلوب. نه، این استراحتیه. لقمه پرتاست سهراب. کسی خفه شود نامرد. نسیم هرچند بهانه آورد که از هنر بوکس پیاده است نمی تواند. حکمت لندهور او را به میدان کشاند. سهراب مشتهایش را پیش دهان و بینیش داشته دویده در رو بروی نسیم حاضر شد و مثل خروس جنگره بالا بالا پریده گاه گاه پیت یافته به پیشانی و 2 باری روی او ضربه می زد و داد و غریوی هنگام طلب ها می برآمد. یک ضربه سخت سهراب به دهان نسیم برخورد و از کنج لب او خون شارید. بازی خنک نشو دادر، با آواز بلند گفت اکه لطیف
به سهراب: این جنگ نه، بازی است. نسیم در همین حالت هم با تبسم به قعر چشمان سهراب نگریست. او اکنون ناپسندانه مشتهایش را از تگ بینی و فوک نسیم می‌گذراند و به او پیسخند می‌زد. من به تو رحیم بیگ نه، کلا پاچه میکنم. انا همین خیل در پیش پایم رقص نکنو روزت بین. او پسر رئیس، اقلا با دستهای دهان و بینیت را محافظت بکن. جان سرک داد میزد حکمت: آخر لب و رویت رسوا شد کو؟ باز چند مشتی آبدار دیگر بر رو و پیشانی نسیم برخورد. او حتی خون را که مثل رشته سرخ از کنج لب تا فوکش خمیده بود پاک نمی کرد و همان تبسم ازلی از لبانش دور نمی شد. من دم به درون زده به نسیم می نگریستم. دلم به حالش می سوخت. بی هنر، چی به میدان برآمدی؟ خودت را مسخره کردی. در دلم او را مذمت کردم. همین دم از بین لبهای خون آلوده نسیم صف دندانهای شیر بر این سفیدش نمایان شده درخشیدند و دست چپش از پیش روی سهراب به هوا خیست و مشتی دست راستش برقوار طرف او رفت. صدای سختی برآمد و همه لحظه دم به درون زدند. سهراب ناهموار 3 قدم به قفا رفت. سپس موازنتش را گم کرده مانند آدم مست کلویده سرازیر به لایخانه افتاد. حکمت جان حولی از پسش پریده او را برداشت. دهان و بینی، چشم و روی و سر و گوشهایش تا گردن آغشته لای بود. حساب برابر شد. خندان خندان لقمه پرتاف اکی لطیف و از تگی کشی سهراب داشته او را سوی جویبار کشان. ای جانت گردمی، خطاب کرد حکمت و نسیم را به آغوش کشید. اکنون نان و آبی خورده‌ات حلال شد. بعد این واقعه سهراب قسم را شکست. با نسیم قهری شد و اکنون هر قدم او را با دقیقه و ساعتش به حساب می گرفت. در پسش با کینه و قدورت تهدید آمیز می غورید. دیدید پسر رئیس اینجا مرد کاری آمده است. دوشنبه رویم خاکش را می بیزم. واقعا خصلت و رفتارهای نسیم هم کس را در دام حیرت حتی شبهه می گذارد. وی با همدرسان یک رنگ گویا از ناچار معامله می کند، اما با خرد و کلان این دیه در حال مثل گوشت و ناخن پیوند می شود. هر بیگاه و روزهای استراحت بچه ها لبی دریا فرامده آبازی و ماهیگیری می کنند، ولی او با آدمان کاهدروی یا میوه‌چینی می رود یا رفته به حشر لایکاران می پیوندد و یا کتاب و مجله در دست ناعیان به یگان جای خلوت لبی رود را پیش می گیرد. دیروز خانه دهم را هم سفید کردیم. سهراب از غایت خرسندی کلاه خسیش را چند کرد به هوا پرتافت. حکمت لندهور در هوای کفکوبی ما رقص کرد. آخر به گفت اکی لطیف نقشه 100% اجرا شد و از کار ما آنچنان قناعتمند گشت که در خانه‌اش ضیافت داد. بچه ها، یک روز دیگر در نظرتان سال نمایت هم در دیه می استید. خواهش آمیز گفت او. باغ و راغ قلمرو ما را تماشا کنید. کوفتی کار را برارید. دور شکند و سخن اکی لطیف نی، سرخوشانه گفت سهراب.
سحر نسیم با ما شریک نشد و لباسهای کاریش را پوشیده در تنهایی از من خواهش کرد که بیگاه بعد سیاحت یگان بچه دلپور را گرفته خانه کمپیر محرم بیایم. یک کاری ثواب است، یاردم میرسانی آشنا. تبسم کنان گفت و راضی شدم، ولی در نهادم باز همان آتش شبهه زبانه زد. شیطانی، پنهان می‌داری؟ میدانم کاری ثوابت که سفر به کردن است. گفتم خیالاً. شما از برنامه تازه انگارها گفتار 16 را از اثر نویسنده عبدالحمید صمد پرانچکا شنیدید. برنامه را اینها آماده نمودند: راوی قطبیه اکرامی، کارگردان برنای نظام. تنصیحت و خانه آباد باشید.